این کشتی ها زمانی پر از گندم و تخم آفتابپرست از اوکراین و روسیه به ترکیه وارد می شدند. حالا در بندرهای استانبول خالی ماندند. بعد جنگ روسیه با اوکراین صادرات تقریبا همه گونه مواد غذایی از طریق بحر سیاه کاهش یافت. ما باید 10 میلیون تن گندم نوی با صفت از کشتی زمستان وارد کنیم. با توجه به نظارت صادرات در روسیه من نمیدونم که این کشور توانید تامین این مقدار گندم را دارد یا نه. اوکراین برای ترکیه از نظر صادرات غله‌دانه و روغن بازاری رقم یک بود. حالا این بازار از دست رفت. البته ترکیه امکان دارد به بازارهای دیگر رو بیارد، اما به سبب دوری راه خرج حمل و نقل قیمت آن گرانتر خواهد شد. وابستگی زیاد از واردات گندم ترکیه را از حالا در حالت ناگوار قرار داده است. Toprak Mahsulleri Ofisi ترکیه ماهی یونی سال گذشته یک تانه گندم وارداتی را با مبلغ 262 دلار می خرید. هفته گذشته قیمت یک تانه غله به 456 دلار رسید که قریب 2 برابر بیشتر از نرخ پیشینه است. همین گونه ترکیه به دلیل وابستگیش از محصولات کشاورزی وارداتی و همچنین بالاروی نرخ مواد غذایی در جهان در پی جنگ اوکراین hem de bu savaş ضرر جدی nedeniyle می بیند. dünyada artan fiyatlar nedeniyle قرب اسعار ترکیه سال گذشته کاهش یافت و همانا زیر فشار قرار دارد از سببی که گندم وارداتی به دلار خریداری می شود. تورم همچنان ادامه دارد، هرچند هنوز از قبل حمله روسیه 50% افزایش یافته بود. سمیت نان ارزان و ملی ترکی که با کنجد و بیشتر برای نهاری پخته می شود تقریبا 2 برابر گران شد. با وجود یارانه های دولت انتظار می رود که نرخ باز بالا می رود. ماهای نزدیک ما شاهد بالاروی نرخ نان می شویم. با افزایش نرخ گاز مایع، نرخ برق و آب، نرخ نان حتما گران می شود. گپ فقط سر نرخ آرد نیست. ارزش خمیر مایع هم که 60 لیره بود حالا به 160 لیره رسیده است. اینجا همچنین خراجات نیروهای کاری را نیز به نظر گرفتن در کار است. کارشکنه و اعتراض ها که قبلا خیلی کم اتفاق می افتادند حالا به یک کار معمولی تبدیل یافته است. به دلیل افزایش نرخ ها کارگران طلب دارند که مزد کارشان زیاد کرده شود. اصلا نان یک محصولات علاوه‌ای است که اگر شما دیگر چیزی برای خوردن ندارید از آن استفاده میبرید. من شنیدم که آدمان در نانوایخانه میگفتند نرخ یک نان که حالا 4 لیره است تا تابستان امکان دارد به 7 لیره برسد. این بسیار غم انگیز است. این وضع بیشک به اقتصاد کشور ضربه میزند و به نفع اردوغان نیست. پرزیدنت رجب طیب اردوغان سال آینده ممکن است دیگر باره در انتخابات شرکت کند. تحلیلگران بر این باور هستند که وضع به آبروی اردوغان بی تاثیر نخواهد ماند. یک تنقید از سیاست حکومتی او این است که بیشتر به محصولات وارداتی تکیه می کند، نه تولید آن در داخل کشور.